سلام به همگی، وقتتون بخیر. من چند وقت پیش که نه، یعنی همین دیروز یه خورده سرما خورده اینا بودم. بعد اه، رفتم داروخونه. یادمه یه بار قبلا سرما خورده بودم، دکتر برام یه چیزی نوشته بود. یه داروی گیاهی بود، باید میریختم توی آب ولرم و میخوردم. این 4 تخم بود، تو مایع خاک شیر و نمیدونم تخم شربتی و اینجور چیزا. بعد اسم اون چی بود؟ اسم اون این بود، روتارین. اینم جعبشه. خب من نگرفته بودم دیگه، یادمه یه همچین اسمی داشت. رفتم به داروخونه، یه گفتم ببخشید آقا من یه بسته ریتالین میدین؟ بعد اینو که گفتم طرف داروخونه چیه میخواست منو بندازه بیرون. بعدن کاشف عمل اومدش که ریتالین اصلا یه مواد مخدره، ولی اینو میخواستم بگیرم. الان میریزم تو آب، قیافش نشون میدم.